حال شده به خود فکر کنی اگه به انیمه های مختلف تلپورت میشدی چی کار میکردی؟ خب امروز قرار من توی این ویدیو نشون بدم اگه من به انیمه های مختلف تلپورت میشدم چه کارهایی میکردم که برو سراغش. انیمه اول مونستر. حقیقتا من مونستر رو تازه شروع کردم و الان تقریبا قسمت 27 و میدونی اصلا انتخاب سختی نیست که چیکار کنم، چون میدونی از یوهان خیلی بدم میاد، خیلی رو مزخرفه، فقط تنما دکتر تنما. دیگه تنها شدیم. انیمه دوم جوجوتسو کایزن. از اونجا که من از این انیمه متنفرم خوب میدونم باید چیکار کنم. انیمه سوم جوجو. برای جوجو میخوام به ویلن مورد علاقه‌ام و دومین کرکتر مورد علاقه‌ام تو دنیای انیمه ها. زیر تو من نمیشناسی ولی من خوب تو رو میشناسم. من همه چیزت با خبرم، آینده، گذشته، همه چیز. اومدم بهت بگم هیچ چیزی قرار نیست طبق برنامه پیش بره. انیمه چهارم انیمهش خوب نیست. مانگا چهارم برزرک. هر برزرک فانی اگه به دنیای برزرک تلپورت بشه میزنه دهن گریفیسو. میدونی اولش فقط میخواستم بکشمت ولی اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. سر ساختش پاره شدم و همین دیگه. اینترو سخته من نمیتونم اینترو سخت چی اینترو من هیچ وقت اینا رو نفهمیدم دقیقا چی. اصلا من نمیفهمم اول ویدیو چی بگم، آخر ویدیو چی بگم، چیز میگم. اصلا متن اینجا نوشتم 3 ساعت متن نمیتونم بخونم. من نمیشه. من همجور چرا تو برد بگم همجور میگم. ویدیو 10 دقیقه بس دیگه. خدافظ مسخره نبود. خدافظ. چرا هنوز داری نگاه میکنی؟ من گفتم خدافظ. برو دیگه. تموم شد. برو. نمیری؟